سلام، من میرمیلاد مهدیزاده هستم. اینجا آتلیه نوشتنه. خوش اومدید به اپیزود 9 فصل دوم آتلیه نوشتن. میدونید که ما موضوعمون توی فصل دوم آینه است و این موضوع رو از جنبه‌های مختلف بچه‌ها زحمت میکشن، براش نوشته هایی مینویسن، اهم از داستان، اهم از دیالوگ، نمایشنامه و فیلمنامه و زحمت خوانشش رو هم خودشون به عهده میگیرن. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا اینجا، تا این ویدیو همراه ما بودید. به دوست و آشنا و کسی که دوست دارید که حالش احتمالاً با شنیدن این کلمات، این فضا رو دیدن یه خورده بهتر بشه، با این ویدیوها رو به اشتراک میذارید و لایک میکنید، کامنت میذارید، سابسکرایب هم که کردید دمتون هم گرم، خیلی دوستتون داریم. بریم داستان علی دمشقیه تحت عنوان به موقع برگرد رو ببینیم. بریم. توی آینه رو نگاه میکنم. گرد و خاک گرفته. با آستینم پاکش میکنم تا بتونم خودم رو ببینم. چیزی دیده نمیشه. دیوار گچی سیاه و کثیفی که پشتمه فقط دیده میشه. از بیرون صدای انفجار میاد. سرم رو میدزدم و زود میرم بیرون اتاق. پشت ساختمون ما رو زدن. 1-2 نفر دارن داد میزنن که راه رو باز کنین. یه سرباز رو کول کردن و دارن با خودشون میارن سمت بهداری. نزدیکتر که میشن میبینم هر ستاشون غرق خونن. اونی که سرباز رو کول کرده داره له له میزنه ولی جدی و مصمم داره ادامه میده. سرباز رو جلوم میخوابونن. چند لحظه بعد متوجه میشم که پای چپش قطع شده. خون داره شره میزنه بیرون و سرباز که به زور 20 سالش میشه بیهوشه و رنگش پریده. صداش میکنم اما هیچ صدایی ازش در نمیاد. 1-2 تا چک میزنم تو گوشش اما بازم هیچی. ضربانش رو چک میکنم. تقریبا نبض هم نداره. سری زخمش رو میبندم تا خونش بند بیاد اما این خون لامصب بند نمیاد. کاش یه ظرف داشتم خونی که هر روز از سربازا میره رو جمع میکردم و میفرستادم براش. همیشه میگفت بهترین رنگ قرمزی که میشه تو نقاشی ازش استفاده کرد خونه. سرباز رو سوار آمبولانس میکنم تا با چند تا زخمی دیگه برم بیمارستان. آمبولانس را میفته و چند لحظه بعد صدای انفجار و گرد و خاک. میافتم زمین. گوشم سوت میکشه. نه، بیشتر شبیه جیغ زدنه. یه زن داره جیغ میزنه. چشمام سیاهی میرن. یکی میاد بالای سرم بلندم میکنه. به جاده نگاهی میندازم و میبینم که لاشه آمبولانس داره میسوزه. سوخت شد و رفت هوا. این رو گفت و خندید. میزنم زیر خنده. از اینکه این همه راحت میشه مرد خندم میگیره. اون سربازی که مجروح رو کول کرده بود عصبی هجوم میاره سمتم و با مشت و لگد شروع میکنه به زدنم. یکی از مشتاش میخوره فرق سرم گیج میره. یکی میاد و از پشت میگیرتش. میخواد آرومش کنه. دهنم مزه خون میده. تف میکنم. خون. تا بری یه بلای سر خودم میارم. وقتی رسیدم بالای سرش دیدم غرق خونه. میگفتن خودش رو از پنجره پرت کرده بیرون اما این نبود. نمیتونست به خاطر افتادن از پنجره به این روز بیفته. این بلا رو من سرش آورده بودم، نه افتادن از پنجره. بهش گفتم میرم و میام، نگران نباش، باید برم. اونجا یکی رو زدم، باید یکی باشه که نظر طرف بمیره. اگه خودت بمیری چی؟ ولی خودش مرد. نذاشت اول من بمیرم تا ببینیم که چی میشه. به زور پرتم کردن توی اتاق و در رو بستن. اون سرباز خیلی شاکیه و دست بردار نیست. همه جمع شدن تا آرومش کنن. بلند میشم و خاک روی لباسم رو میتکونم. میرم جلوی آینه‌ای که به دیوار چسبوندن وای میستم اما خودم رو نمیبینم. بازم همون دیوار گچی زمخت و کثیف. صدای در زدن میاد. یه سرباز همسن خودم میاد تو. سر و وضعش نامرتبه. دست چپش رو محکم با اون یکی دستش گرفته. میشنه روی صندلی. ترکش خوردم. دستش رو برمی‌داره و دوباره خون. اینطوری نمیشه، باید این خون رو جمع کنم. یه ظرف میذارم زیر دستش. خون داره توش چکه میکنه. شلپ. من نمیتونم چهره خون آلودت رو ببینم. وقتی جسدش رو نشونم دادن کل صورتش غرق خون بود. چهره خون آلود من رو ندید. من دیدمش. دوست دارم یه روز تو رنگ قرمز غرق بشم. این رو گفت و خندید. رنگ قرمز رو از همه رنگ‌ها بیشتر دوست داشت. زخمش عمیقه ولی نمیتونم چیزی بهش بگم. دستش رو پانسمان میکنم و بهش میگم فرار کن. خاک اینجا دیگه جا برای این همه خون نداره. یه پوزخند میزنه و ازم سیگار میخواد. سیگاری نیستم. وقتی بهم سیگار تعارف کرد این رو بهش گفتم. زد زیر خنده. بعد اینکه سیگار میکشید زیر سیگاری پر میشد از ته سیگارهایی که خونین شدن. رنگ لبهاش.
یه سیگار دادم بهش و روشنش کردم. سیگار رو که گرفت دستش، سیگار خونی شد. خون خشک شده. من تحمل این همه مصیبت رو ندارم. درخت امیدی که کاشتیم خشک میشه. این رو گفت و یه قطره اشک از بغل چشمش افتاد پایین. سرباز سیگارش رو تمام کرد و ته سیگار رو انداخت زمین و با پوتین خاکیش لهش کرد و رفت. چشمم خوش شد به در. صدای بمب و موشک و گلوله دیگه برام خیلی مبهم شده بودن. انگار از یه جای خیلی دور صداشون میومد. مثل این بود که اینجا هیچ جنگی نیست. رفتم جلوی آینه. بازم دیوار گچی کثیف. آینه رو از رو دیوار برداشتم و گرفتم دستم و رفتم بیرون. صدای آژیر قرمز پخش شد. هر سری صدای آژیر قرمز رو میشنوم قلبم میخواد از کار بیفته. توی این وسط میخوای بری جایی که هر ثانیه آژیر قرمز اونجا پخش میشه؟ چاره‌ای ندارم. واقعا هم نداشتم. گرون بود. نمیشد به این سادگی خریدش. صدای آتشبار میومد که تلاش عبثی میکرد تا جنگنده‌ها رو بزنه. 3 تا بودن. کامل میدیدمشون. همه داشتن میدویدن. کجا؟ معلوم نبود. منم با جریان هماهنگ شدم و با آینه به دست شروع کردم دویدن. رفتم بالاتر. اونور دود و خاک به هوا بلند شد و بعد صدای انفجار اومد. یکی داد زد بخوابین روی زمین. یکی هلم داد و پخش زمین شدم. آینه شکست. یه تیکه ازش مون دستم. صدای مرگ جنگنده همچنان میومد. بالای سرمون بودن. یه نگاه کردم به آسمون. صرفاً رد شدن و رفتن. ما رو لایق بمب‌هاشون ندونستن. پا شدیم. گرد و خاک روی لباسام رو تکوندم. یکی گفت بریم به داد زخمیا برسیم. تیکه آینه رو گذاشتم جیبم و افتادم دنبالش. از غافلگیر شدن بدم میاد. این رو گفت و دیگه بعد از اون هیچ تولد غافلگیر کننده و بیخبری براش نگرفتم. دوست داشت از همه چی خبردار بشه، ولی الان از این وضعی که من دارم خبر نداشت. اگه الان میفهمید حسابی عصبانی میشد. صدای مرگ. یکی از جنگنده ها اومد و با سرعت زیاد و ارتفاعی کم از بالای سرمون گذشت. یه لحظه مکث و انفجار. یه فشاری هلم داد و افتادم زمین. کمرم تیر کشید. دهنم مزه خون میداد. به پشت افتاده بودم. همه جا فقط گرد و خاک بود. دست کردم توی جیبم و آینه رو درآوردم. آینه رو محکم با دستم فشار میدادم. جوری که دستم رو برید و خونم ریخت روی خاکی که همین الانشم داشت خونهای اضافی رو بالا می آورد. وقتی استرس میگیرم بالا میارم. یه دستی به گونه‌اش کشیدم و کمکش کردم که دراز بکشه. لبخند بیجونی داشت و نگاهم میکرد. آخرین روزی بود که میدیدمش. آخرین باری بود که چشماش رو میدیدم. آخرین باری بود که انعکاس چشمای خودم رو توی چشمای اون میدیدم. گفتم زود برمیگردم. مطمئن باش. به موقع برگرد. این رو گفت و سرش رو برگردوند. دیگه نتونستم چشماش رو ببینم. دیگه نتونستم چشمای خودم رو هم ببینم. به زور تیکه آینه رو گرفتم جلوی چشمام. یه جفت چشم که کاسه خون شده بودن توی آینه به هم زل زده بودن. ترسیدم. آینه رو پرت کردم زمین و صدای شکستنش اومد. هنوزم صدای شکستن شیشه پنجره تو گوشم میپیچه. نمیتونم از یاد ببرمش. نفس کشیدن برام سخت شده. وقت مناسبش الانه. میخوام برگردم اما کسی نیست. گوشم سوت میکشه. نه. بیشتر شبیه صدای جیغ کشیدن یه زنه. چشمام سیاهی میرن. میبندمشون. به موقع برگرد.